الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستیم باز هم با فرا رسیدن وقت نشر برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. با سلسله دروس مفاهیم قرآن از سوره مبارکه فاتحه در درس پنجم قرار داریم. خدا کند تا به حال درسایی که نشر شد مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. باز هم منتظر پیشنهادات و نظریات شما هستیم. ما این سلسله را مقصد در برنامه گذشتم تذکر داده بودیم به نیت تصحیح قرائت که انشاءالله بخش قرائت هم مد نظر داریم و همچنان به خاطر از این که وقتی نماز ادا میشه، نماز بالای هر مسلمان فرض است در 5 وقت که نماز بخونه و معانی آیاتی را که میخوانیم رو باید یاد بگیریم. به می نیت ما این برنامه را آغاز کردیم. امیدوار هستم مؤثر و مفید واقع شود. قبلا آیاتی را که از سوره مبارکه فاتحه ترجمه تحت لفظ داشتیم، در هر برنامه کوشش ما این بود که این را تفسیرم کنیم، مفهوم آیات بفهمیم. بازم از ابتدای سوره مبارکه ترجمه تحت لفظ آغاز میکنیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا و صفت لله خاص برای الله است، رب العالمین که رب العالمین است، پروردگار عالمیان. الرحمن الرحیم، ذات بخشاینده و مهربان. ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، و خاص از تو کمک میخوایم. اصلا تفسیر آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین در نظر داریم در این برنامه با شما شریک کنیم که منظور از ایاک نعبد، خاص تو را میپرستیم، و ایاک نستعین، و خاص از تو کمک میخواهیم چی است؟ اولا شاید این سوال در ذهن دوستا عزیزای ما باشه که قرآن کریم کتاب الله است، کلام الله است. اینجا چطور به زبان بنده گفته شده؟ خیر خالق گفته. اکثر دوستا شاید این سوال در ذهنشان باشه و شاید بعضی کسایی که دین ستیز هستن، خصوصا مستشرقین که اونا اول اسلام مطالعه میکنن باز میان علیه اسلام اعتراض میکنن به خاطر از اینکه مسلمانان را نسبت به دینشان، عقیدهشان و مذهبشان مشکوک بسازه. این سوالات و مثل این سوالات مطرح میشه که خب وقتی میگن این کلام خالق است، پس چطور به زبان بنده گفته شده؟ چطور خالق به خود گفته الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین؟ یا این آیت که تفسیر میکنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو کمک میخواهیم. چطور خالقی را گفته در حالی که خودش خالق است؟ چطور الله به خودی را گفته؟ جوابش است که این آیت و تمام این سوره فاتحه این تعلیم از بر بنده ها که وقتی عبادت میکنین، به می خاطر است که سوره فاتحه در نماز لازم ضروری خوانده شود. این الله نازل کرده به خاطر چی؟ به خاطر که بنده ها این آیات در نماز بخوانند. و در حدیث قدسی هم میگه که قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، من نماز بین خودم و بین بندیم 2 نصف کردیم. امی آیت هم موضع النصف است، جای نصف است. یعنی بعد از این دیگه باز اینجا حمد و ثنا است، ایاک نعبد و ایاک نستعین. از حمد و ثنا شروع شد، صفات الله بیان میشه. بعد از او باز اینجا ایاک نعبد و ایاک نستعین میشه. شما ببینید در امی ادارات هم که میرین بلا تشابه، خالق هیچ وقت به مخلوقش قیاس نمیشه. شما وقتی مراجعه میکنین قبل از اینکه به یک مقام مراجعه کنین عریضه را ببرین، در عریضه نوشته میکنین که به مقام وزارت
مثلا وزارت معارف مثال میتیم، شما معلم هستین در یکی از مکاتب یا شاگرد هستین میخواین از یک مکتب به مکتب دیگه تبدیل شوین، تبدیلی میخواین، نمیشه در عریضه نوشته کنین که من میخواهم از این مکتب به مکتب دیگر تبدیل شم. ببینین آدابش چیست؟ ما در عریضه نوشته میکنیم که به مقام محترم وزارت معارف، یا خوب با احترام جلیله معارف، به مقام محترم وزارت جلیله معارف. بعد از اون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم این جانب مثلا شاگرد یا معلم این مکتب، یعنی ببینید در ابتدا یک نوع ارتباط خود با مقام معرفی میکنیم، بیان میکنیم، حالا احترام کردیم برش، بعد از او ارتباطی که بین ما هست، بعد از او باز اصل هدف خدا میگیم که ما میخوایم از این مکتب به مکتب دیگه چی شم؟ تبدیل شم. یعنی به یک مخلوق که ما اینقدر مقدمه داریم، آیا به خالق پیشی خالق کی ساده میشیم، عبادت میکنیم. این اصل منظور از این سوره فاتحه چیست؟ کل این سوره را شما اگر ترجمه و تفسیرش بخونین پسان میافین که اصل هدف چی است در این سوره. کل گپ سر هدایت است، اهدنا الصراط المستقیم. یعنی اصل، یعنی خلاصه بگیم اصل متن عریضی مؤمن اینمیج است. در حقیقت این سوره فاتحه را که میگم یک عریضه است که پیش میکنیم به خالق خود. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. و اصل هدف چیست؟ اهدنا الصراط المستقیم، ما را هدایت کو برای مستقیم. خب امروز ما در این برنامه آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر میکنیم، ترجمهش فهمیدین که معنای تحت لفظش چیست؟ ایاک خاص تو را نعبد و عبادت میکنیم و ایاک و خاص از تو نستعین کمک میخوایم. حال معنای عبادت و استعانت بفهمیم. عبادت و قبل از او اقسام توحید بفهمیم. یکی از اقسام توحید توحید الوهیت است. این هر مسلمان باید بفهمه که توحید به چند قسم است. وقتی ما میگیم لا اله الا الله، نیست هیچ معبود بر حق بجز الله کسی دیگه. آیا تنها به این ما خلاص میشیم که بگیم لا اله الا الله و مفهوم از این را نفهمیم؟ علما میگن عقیده فرض است بالای هر مسلمان که باید باور عقیدش علمی باشه، میراثی نباشه، تذکره‌ای نباشه. به اصطلاح عام مردم ایمان تذکره‌ای که میگن، تذکره نوشته شده دین اسلام. نه خیر، می اسلام باید علمی بفهمیم. و می خاطر از علما میگن تقلید در عقاید درست نیست، در فروعات در دیگه مسائل تقلید مشکل نداره، در اصل در عقیده تقلید درست نیست که ما بگوییم ما به خاطر مسلمان هستم که پدر و مادر مسلمان است. نه خیر، وقتی انسان در سن تکلیف میرسه، عقلی که الله به داده ای باید بفهمه که دین برحق کدام دین است. هیچ وقت دین اسلام به زور نامده، مثل که نزد عام مردمی معروف است که دین اسلام به زور شمشیر آمده. خصوصا درباره افغانستان که بعضی ها میگه که افغانستان صوت مسلمان. نخیر، با صوت کس که مسلمان شد مسلمان نیست، این مسلمانی درست نیست. اسلام باید اسلام تحقیقی باشه، اسلام علمی باشه، اسلامی باشه که ما بفهمیم، یقین داشته باشیم که دین بر حق است. در غیر از او دیگه هر کسی در هر جایی که تولد شد به مو دین. درست است که در حدیث میگه کل مولود یولد علی الفطره، یا والدین نقش داره، بله، کل مولود یولد علی الفطره، هر مولود به ایمان فطری تولد میشه. یعنی اصلش هم ایمان فطری است که باید رشد داده شه. وقتی انسان در سن تکلیف میرسه بازی را باید تفکیک کنه، دین حقه. و میخواد در روز قیامت همه مردم مورد بازخواست قرار میگیرن.
چرا خالق خدا نشناختی؟ در این حدیث میگه که فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. این مادر پدر است، والدین است که یا ایره یهودی میسازه یا نصرانی یا مجوسی. ولی انسان در سن تکلیف که میرسه اینجا از تقلید محض خارج میشه. باید بفهمه که دین اسلام دین حق است. ان الدین عند الله الاسلام. این با عقل خود باید تفکیک کنه دیگه. اینا ما وقتی میگیم لا اله الا الله، معنای حقیقی و مفهوم حقیقی لا اله بفهمیم. به می خاطر از علما توحید به 3 قسم تقسیم میکنن که توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسما و صفات. توحید یک توپرستی را میگن. این توحید 3 قسم است: الوهیت، ربوبیت، اسما و صفات. این یادداشت کنین و این فرض است. اگر ما شب تا به صبح نماز بخوانیم، طاعت کنیم، عبادت کنیم، ولی عقیده ما درست نباشه، طاعت و عبادت به درد نمیخوره. چرا؟ عقیده اصل است. و به می خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه سر فکر کار میکنه، سر عقیده. شعارشان همیز به مردم که یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای مردم لا اله الا الله بگوین که کامیاب شوین. سر فکر کار میکنه. اصل اینمی است. خب این اقسام توحیده که گفتیم که 3 قسم است: توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسما و صفات. باید شرح از این هم بفهمیم، تنها به معنایش اکتفا نکنیم که توحید فهمیدیم 3 قسم است: الوهیت، ربوبیت، اسما و صفات. هر کدام از این شرح داره که انشاءالله این شرح بعد از وقفه هر کدام از این که الوهیت چی معنا، ربوبیت چی معنا و توحید اسما و صفات چی معنا، این انشاءالله بعد از وقفه در خدمت شما قرار میگیریم و شرح میکنیم. خوش آمدین به ادامه برنامه. دوستای عزیز، قبل از وقفه اقسام توحید بیان کردیم که توحید به 3 قسم است: توحید الوهیت، توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات. حالا هر کدام از این شرح میکنیم. مثل که امام ابو حنیفه رحمه الله در کتاب معروفشان که به نام فقه اکبر یاد میشه، در اولی کتاب هم میگه که اصل التوحید و ما یصح به الاعتقاد. اصل توحید و آنچه که به او اعتقاد صحیح میشه همیست که ما می آمنت بالله را که همیشه بر اطفال یاد میدیم که بگو آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت. این والقدر هم میتونیم والقدر هم به سکون هم به فتحه مشکل نداره. معنای زیر همه شما میفهمین که چی از آمنت بالله ایمان آوردیم به الله. دیگه به لفظ مفرد می آمنت ایمان آوردم بالله به الله و ملائکتی و ملائکش و کتبه کتابایش و رسله و رسولانش و الیوم الاخر به روز آخرت و القدر و بقدر، یعنی اندازه خیر و شر که میگه و القدر خیره و شره من الله تعالی، اندازه خیر و شر از طرف الله. و البعث بعد الموت، زنده شدن بعد از مرگ. این ارکان ایمان میگن که بفهمیم. اینا لباس وقتی ما میگیم بحث عبادت میه که ما الله را عبادت میکنیم، این باز مربوط توحید الوهیت میشه که اصلا نمیره بحث میگیم. توحید الوهیت که مربوط عبادت میشه. ما به غیر از خالق ما
که الله هست دیگه هیچ کس عبادت نمیگیم. عبادت به غیر الله حرام است، شرک است. و می خاطر است که در آیت قرآن کریم میگه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله نمی بخشه که کسی به او شرک بیاره، ولی غیر از شرک به کسی بخواه می بخشه. یعنی به غیر از شرک الله می بخشه، اما شرک نمی بخشه. چرا او شخصی که خالق خدا نفهمیده، کسی که او را خلق کرده به او شریک قرار میده، باز الله او را نمی بخشه. و چقدر این انسانی که به خالق خود شریک میاره بیعقل است. الله مثال میزنه در قرآن: یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ای مردم، میگه مثل زده شده یا بیان شده، پس گوش بتین به این الذین تدعون من دون الله لا یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. کسانی که اینا بغیر از الله کس دیگر میخواهند، لا یخلقوا ذبابا، یا هرگز خلق کردن نمیتونن مگسی را، ولو اجتمعوا له، و اگرچه کل از اینا به می جمع شوند. حتی و ای یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. اگر مگس هم از یاد چیزی را ببره، از او پس گرفتن نمیتونن. ضعف الطالب والمطلوب. هم طالب ضعیف است و هم مطلوب. همین شخصی که شرک آورده به غیر از الله، بت گرفته شریک آورده، این هم ضعیف است و طالبش هم مطلوبم. مطلوب خو واضح است دیگه. همون که در روایت می یک صحابی میگه که ما در وقت جاهلیت خودم از خرما میگه بود جور میکردیم، باز گرسنه که میشتیم اونم میخوردیم. یا وقتی ابراهیم علیه السلام استدلال میکنه، وقتی هم از شهر بیرون میرن، ابراهیم علیه السلام که بتها را میشکنه، تنها بت کلان میمونه و تبرده پیش از او میمونه. وقتی میاین که می قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کی کار کرده به خداهای ما؟ کی کار کرده؟ ای از جمله ظالم است. باز می قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. میگه ما شنیدیم یک جوانی را که این را ذکر میکردن یا صدا میکردن به نام ابراهیم. یعنی نمو بتها را بد میگفت. وقتی ابراهیم علیه السلام میخواین حاضر میکنن، پرسان میکنن از ابراهیم علیه السلام که انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، آیا تو به خدای ما میکاره انجام دادی؟ کنار شکستان یا ابراهیم؟ ابراهیم علیه السلام بسیار زیبا استدلال میکنه، برشان میگه که قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. اینم کلانشان کار کرده، اما بت کلان دیگرها را شکستانده. اگر یا گپ زده میتونن پرسان کنن. این همیشه است که مردم خودشان میفهمن، والا میفهمن، خو لیکن باز چون کفر یکی از انواع کفر عناد است. همونجا است که نمرود و باز قومش باز تصمیم میگیرن که ابراهیم السلام در آتش میاندازه. به هر صورت بحث سر از این بود که کسی که شرک میاره، خالق خدا نمیشناسه، در نهایت جهالت، حماقت و بیعقلی قرار داره که خالقی که خلق کرده او را نمیشناسه. و می خاطر است که در قرآن شرک ظلم بزرگ گفته، بزرگترین ظلم شرک گفته. شما ببینید یک نفر هر قدر گناه کنه، هر قدر نافرمانی کنه، کسی دروغ میگه، کسی مثلا غیبت کنه، کسی مثلا هر عمل دیگه، حتی قتل هم به اندازه شرک ظلم بزرگ گفته نشده. ولی در قرآن ببینید در سوره مبارکه لقمان، وقتی لقمان به پسر خود نصیحت میکنه، ولی نصیحت شمیز که ای پسرک من میگه به الله شرک نبره.
و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، وقتی لقمان به پسر خود میگفت و او را نصیحت میگد، یا بنی لا تشرک بالله، ای پسرکم به الله شرک نیار، این الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک بسیار ظلم بزرگ است. علما ظلم تعریف میکنن، ظلم چی است؟ معنای اصلی ظلم همیست که وضع الشیء فی غیر موضعه، گذاشتن یک چیز در غیر جایش. شرک چرا الله ظلم بزرگ گفته است؟ خاطری که یک کس به عوض خالق خود یک چیز دیگر هم میاره در جای خالق خود قرار میده. مثل که شما میبینید مثلا در هندوستان بت پرستان میالام است، هندو که بت پرستش میکنه، یک چیزی را که خودش میسازه، ساخته شده خودش است، باز رو بری از این قرار میگیره و عبادت میکنه. او هم انواع و اقسام بت ها دارن. من نفهم، کسایی که تحقیق کردن مطالعه کنن باز خوب کردن، اونا باز بهتر میفهمن. اونا ببینید به هر چیزشون یک اله دارن، معبود دارن. اینا یفهم بت خوشیشان است، غمشان است، در یک مناسبت به او میرن مراجعه میکنن، در دیگه به دیگه مناسبت، ولی خود ساخته، خالق خود فراموش کردن. اصل بحث سری بود که وقتی ما الله را عبادت میکنیم، توحید الوهیت معنایش چیست؟ که عبادت ما مختص خاص برای الله باشه. و می خاطر در آیت سوره فاتحه وقتی ما میگیم ایاک نعبد و خاص تو را عبادت میکنیم، کسایی که زبان عربی میفهمن میدانن اصلی جمله چی است؟ نعبد که عبادت میکنیم تو را. اینجا مفعول به مقدم شده و از نظر علم بلاغت در نهایت وجوه بلاغی قرار داره که مفعول به مقدم شود. غالبا در جمله ای است که اول فعل می باز مفعول به، نعبد که عبادت میکنیم تو را، ولی اینجا که مفعول به مقدم شده، این نهایت هم وجوه بلاغی این آیت نشان میده که خاص تو را عبادت میکنیم. ببینید مفعول به مقدم شد، یعنی ما به غیر از تو دیگه هیچ کسی را عبادت نمی کنیم. اگر قرار می بود که غیر از الله کسی دیگه عبادت شد، در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که من به زن امر می کردم که به شوهر خود سجده کنه، به می خاطر سجده به غیر الله جواز نداره. در حدیث میگه که لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر من امر کننده می بودم کسی را که به کسی دیگه سجده می کرد، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، یقینا من امر می کردم زنه که به شوهر خود سجده می کرد. لیکن چون سجده به غیر الله جواز نداره، سجده عبادت است. حتی بعض جا اگر شما متوجه باشین سر خود پایین میکنن، امی سجده تحیه امی هم که در شرایع دیگه مشروع بود، در شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جواز نداره. سجود تکریم یا تحیه که میگن، مثلا در سوره مبارکه بقره که یا جای دیگه، در دیگه سوره ها قصه آدم علیه السلام وقتی مسجود ملائکه قرار میگیره، و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. وقتی ما گفتیم برای ملائکه که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنین به آدم، فسجدوا پس سجده کردن، الا ابلیس مگر ابلیس علیه اللعنه سجده نکرد. ابا واستکبر و کان من الکافرین، ابا کرد، تکبر کرد و بود از جمله کافران. و می خاطرم از در لفظ حدیث میگه که وقتی مسلمان سجده میکنه، در لفظ حدیث میگه که اذا قرأ ابن آدم السجده فسجد اعتزل الشیطان یبکی، وقتی ابن آدم آیت سجده را میخونه، سجده میکنه، شیطان دور میشه، گریه میکنه. چی میگه؟ یا ویلی، افسوس به من، ویل به من. امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنه، ابن آدم امر شد به سجده، سجده کرد پس به او جنت است.
و امرت بالسجود فابیت، یا در روایت میگه فعصیت، ما امر شدم به سجده ابا کردم یا نافرمانی کردم، فلی النار، به ما آتش است. دیگه سجده معلوم میشه که به غیر از الله به کس دیگه جواز نداره. چون بحث چی است؟ توحید و الوهیت گفتیم که در الوهیت عبادت، معنای توحید و الوهیت است که غیر از الله کس دیگه را عبادت کردن نمیتونه. میره توحید الوهیت میگن. هر آنچه عبادت است خاص برای خالق است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. به همین خاطر ما اجازه نداریم که به غیر الله نظر بگیریم. نظر به نام فلان شخص، نظر به نام پیامبر، به نام کدام شخص، این به غیر از الله. چرا؟ نظر عبادت است. وقتی نظر میکنیم خاص با کی؟ به خالق. وقتی نماز میخونیم نماز ما خاص برای کی است؟ لله. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. آیا میتونیم قربانی به غیر الله کنیم؟ نه خیر. میتونیم حج به غیر الله کنیم؟ نه خیر. خاص حج ما به خاطر الله است. این خلاصه بحث همی شد که توحید الوهیت معنای چیست؟ که عبادت ما خاص برای خالق است، به کس دیگه نیست. دیگه انشاءالله تفصیلات این موضوع را که چون بحث اقسام توحید گفتیم 3 قسم از الوهیت، ربوبیت و اسماء و صفات، 2 قسم دیگر را که ربوبیت است و اسماء و صفات است انشاءالله در برنامه بعدی بحث میکنیم، تا ای که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. شما هم عزیزان به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.